با درود. صحبت من در مورد روانشناسی خرافات. البته این خلاصه از بحث اصلی است که نزدیک به 1 ساعت طول میکشه و مثل همیشه اگر خواستید میتونید که اون رو در یوتیوب یا آپارات دنبال کنید. خرافه لغت عربی است که در ریشش به معنی چیدن میوه است، اما بیشتر کلام باطل، یاوه، کلام لغو گفته میشه. خرافات هم که جمع اونه به معنی موهومات و اباطیل و افسانه ها که در تضاد با حقایق قرار میگیره، یعنی ماهیتش اینطوری نشون داده میشه که از نظر لغوی در مقابل حقایق قرار میگیره. بنابراین خرافات به تعریف باورها و افکاری هستند که در حقیقت پایه علمی و عینی ندارن و بر اون اساس این اعتقاد وجود داره که مثلا بعضی اعمال یا بعضی افکار میتونه بر رویدادهای بیرونی اثر بگذاره و تغییراتی رو باعث بشه که منشأ واقعی علمی و عینی نداره. و در حقیقت میشه گفتش که تمام فرهنگ بشر از ابتدا با خرافات شروع شده و اینکه همه فرهنگ ها با جهانبینی اسطوره‌ای آغاز میکنن و اون اسطوره ها حاوی داستان هایی بوده که البته گاهی هم در ارتباط با هم انسجامی داشتن، ولی دیگه امروز اون کاربرد رو ندارن، ولی عناصری از اونها هنوز ممکنه در تفکر و در فرهنگ ها باقی مونده باشه. وقتی که ما به خرافات میرسیم، من باید در ابتدا 5 تا مفهوم کلیدی یا کی کانسپت یا نقشمایه بنیادی رو راجبش صحبت کنم، برای اینکه تمام بحث‌های ما بیشتر حول اینا میچرخه، چه در ساحت فردی، چه در جامعه، چه ولایت تاریخی و تبارشناسی. یکی مسئله ناشناختگی است. بشر وقتی با ناشناختگی روبرو میشه، طبیعی است که دچار بیم و هراس میشه، مثل آدمی که توی جنگلی تاریکی مثلا قرار بگیره و بعد به خاطر این بیم و هراس و وحشت، البته سازوکار ذهنی هم داره، آدم ها سعی میکنن به یه چیزی معنا ببخشن، یعنی به اون پدیده یه معنایی بده و نامیدن جهان اینطوری آغاز میشه و بعد هم یک ساختاری به اون ببخشه، اون رو ساختارمند کنه. پس از ناشناختگی شروع میشه اون خوف و وحشت و این تمایل بشر به این که به چیزها معنی ببخشه و بعد ساختار ببخشه، باعث میشه این رو بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل که این مقدار کنترل رو، یه نوعی مدیریت رو بخواد اعمال کنه بر زندگی خودش و بر محیط خودش و غیره. و این 5 تا نقشمایه اصلی، ناشناختگی، بیم و اضطراب و معنا بخشیدن ساختار و کنترل هستن که وجود داره در مقابل هر پدیده ناشناخته. خب ما الان در این دوره تقریبا اولا که خیلی چیزا رو شناختیم، متکی هستیم به یک تاریخ اندیشه چند هزار ساله، آیین‌های فکری و معماری‌های مفهومی متفاوتی که به ما مفاهیم دقیق و اندیشیده و موشکافانه رو در اختیار میذاره برای اینکه پدیده ها رو بتونیم معنا کنیم، ساختار ببخشیم بهش و بعد هم از ابزارهای علمی و تکنولوژی لازم برخورداریم برای اینکه این کنترل رو بخوایم اعمال کنیم بر جهان. یه جایی هم که دیگه زیاده روی میکنیم در مورد محیط زیست، داریم همه چی رو نابود میکنیم. بنابراین ما از این توانایی برای اعمال کنترل برخورداریم تا اندازه خیلی زیادی و این اگر این کار اتفاق نیفته، یعنی اعمال کنترل نشه، چه در مورد بشر اولیه چه در مورد ما، احساس ناایمنی و اینسیکیوریتی درونی وجود خواهد داشت. خب ما اینیم، اما اجدادمون رو تصور کنید، یک انسان بدوی در چند هزار سال پیش، حتی آتش هم کشف نشده در جوامع حتی پیشا زبانی یا پیشا نوشتاری که زبان در مراحل اولیه است، تازه نامیدن جهان آغاز شده و این ابزاری هم نداره، دانشی نداره. موزه ها رفتین دیدین دیگه ابزارش رو، مثلا یه ابزار سنگی تیزی بود از اون چاقو استفاده می‌کنه. یعنی آدمی که عریان و تنها و عاجز در مقابل این ناشناختگی هستی
قرار میگیره و هیچ ابزاری هم نداره. این فاصله بین این درکی که داره رو با اون واقعیت که وجود داره رو هیچ چیزی نداره که با فکت و واقعیت پر کنه و مجبور به تخیلش رو بیاره و بعد افسانه بسازه. برای چی؟ برای اینکه دوباره باز هم ترسش تسکین پیدا کنه، هم این که بتونه که یه معنایی بده به پیرامون خودش، ساختاری ببخشه تا اینکه درجه از کنترل رو بتونه اعمال کنه. یعنی اصلا اساس جادو اینطوریست که جادو اینطوری ساخته میشه، با وانمودسازی، با تظاهر به اینکه این کنترل رو اعمال میکنه. فرض کن یه شمنی بوده، یه کاهنی بوده، یه قبیله، گروهی، یه کسی مریض میشه، خب اونام که اون موقع نمیدونستن بیماری چیه، لابراتوار و MRI و CT اسکن و داروخونه و این چیزا که نبوده، نمیدونست اصلا موضوع چیه. در چه میمده یا یه سری اعمالی انجام میداده، یه سری چیزهای اورادی رو میخونده، اون طرف هم که خب 90% موارد میمرده، حالا 10% اگر هم خودش زنده میمونده، پس اینو نسبت میدادن به این موضوع و به این ترتیب بشر اصلا به خرافات پا به عرصه وجود میگذاره و بعد خلاصه به کمک دستاوردها و علم و این چیزها میرسه به جایی که ما هستیم. این منشأ پیدایش خرافاته و این کی کانسپت هایی که گفتم. البته یک سازوکار ذهنی هم وجود داره به اسم پترن پرسپشن یا ادراک الگو که در روانشناسی گشتالت صورت میگیره که آدم‌ها این تمایل به ساختار بخشیدن به چیزها رو دارن. حتی حیوانات هم به درجاتی این رو دیده میشه. درست همون کاری که ما با ابرها میکنیم وقتی که نگاه میکنیم درش یک تصویری میبینیم آدمی حیوانی، این همون فرایند پترن پرسپشن و به اصطلاح ادراک الگوست که ما انجام میدیم. باری این موضوع ترس همیشه خیلی مهمه و فیلسوفان اشاره میکنن. مثلا برتراند راسل میگه که منبع اصلی ایجاد خرافات ترسه و غلبه بر ترس آغاز خردمندی هستش. و البته به مناسبت علاقه و گرایشی که به مرگ پژوهی دارم اینجا هم باید اشاره کنم که همیشه این خرافات در بستر بیماری و مرگ، یعنی در بستری که با بیماری و مرگ چیز شده باشه، پر شده باشه، اونجا بیشتر ظاهر میشه و اینجور موقعات به حال از مرگ که ناشناخته تر و بی‌معناتر و بدون ساختارتر و خوفناکتر و غیر قابل کنترل‌تر چیزی نداریم. بنابراین اینجا عرصه‌ایست برای بروز خرافات. در مورد همین کرونا هم دیدیم که ما همه شاهد بودیم که چه آدمایی اومدن به بازار، چه چیزایی گفتن و چه راه حلایی رو ارائه میدن و چه چخان‌پخانا و شارلاتانا اومدن و ملت رو تلکه کردن و بعد هم رفتن. بنابراین این مسئله مهمه. بعد هم فراموش نکنید همین در کشورهای غربی چون خرافات با فرهنگ خرافات یه مقداری تفاوت داره. تو خرافات بیشتر جنبه فرهنگی داره ولی مثل فقر و فرهنگ فقر دیگه. یعنی وقتی که تبدیل به فرهنگ شد دیرپایی و جان سختیش بیشتر میشه. بسیار از خرافاتی که در کشورهای غربی امروز می‌بینیم بازمانده اون اپیدمی‌های طاعون و وبایی است که از قرن 15 تا الان اومدن و خرافات رو جارو کردن. باری در قلمرو روانپزشکی و روانشناسی از نگرگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی به این موضوع نگریسته میشه و البته اونجا هم یه مفهوم بنیادی وجود داره که ماجیکال تینکینگ، یک بنمایه‌ای به اسم تفکر جادویی که برابر همون تفکر خرافی است. در اون هم همین، یعنی باورها که افراد دارن در مورد این که میتونن که در رویدادهای بیرونی مؤثر باشن، در وقوعشون یا عدم وقوعشون، که اشکال گوناگون دارن. یه شکلش مبتنی بر تجربه شخصی است که من تجربه شخصی میکنم، یه فکری دارم و یه عملی رو انجام میدم، این باعث تغییری در بیرون میشه. یک مورد دیگرش مربوط به تقارن بین رویدادها و برقراری ارتباط علی بین اونها وقتی که چنین رابطه سببی وجود نداره. مثلا بر اثر همزمانی دو تا واقع همزمان اتفاق میفتن، این عامل اون ایجاد میشه. یه نفر عطسه کرده بعد یه کاری کرده، مثلا مشکل برخورد کرده، حالا میگه که نه نباید عطسه کنی، نباید دست به اقدامی بزنی. یا اینکه یک کسی مثلا دو تا واقع پشت سر هم اتفاق افتاده، فکر میکنه که این واقع دوم ناشی از واقع اول است که هیچ ربطی به هم ندارن. نشستن یه جایی یه نفری میاد میگه مثلا چقدر خوب شده قیافت، یه ساعت بعد طرف میره
و دل درد میگیره، میگه آره چشم زده اینطوری. اینجور ماجیکال تینکی میادش و این چیزها رو به همدیگه ربط میده، ارتباط جادویی. و بعد هم مسئله این هستش که در حیات فردی آدم ها اون موضوع کنترل گنجایش کردن اینجا وارد میشه. یعنی میگن آدمای مرکز کنترل دارن، یک لوکوس آف کنترل دارن. بعضیا مرکز کنترلشون در درونشون. یعنی چی؟ یعنی خودشون هستن که ارزیابی میکنن از موضوعات و خودشون. اینها وابسته به بیرون نیستن و کسانی که اینجوریان آدمای بالغ و مستقل و ساختارمندی هستن که مسئولیت پذیرن. از اون طرف یه عده مرکز کنترلشون بیرونیه، انگار که به یه ریموت کنترل بیرون وصل هستن که دائم توسط اون کنترل میشن و معمولا این آدمهای منفعل، وابسته، بیمناک، تلقین پذیر، در موارد زیادی کمهوش و کسانی که اضطراب بر اونها غلبه داره معمولا و کسانی که قدرت انجام کارها رو ندارن، خودشکوفایی نمیتونن بکنن. این مسئله بتالت و بیکاری هم واقعا یه عاملی است، برای اینکه تولستوی میگه که بیشتر عیب‌های آدما یا ناشی از باور به خرافاته یا از بیکاریه و دو تا فضیلت وجود داره، یکی خرد، یکی کار. چون خیلی هم دوست دارن که وقتی شما مشکل داری باید به هر حال راجبش فکر کنی، مسئله رو تعریف کنی، راه حلاشو ببینی چیه، یه راه حل انتخاب کنی، اقدامی پیدا کنی. خیلی حوصله حرفا رو ندارن، کاهلن. بنابراین باید یه پکیج آماده از گمانهای از پیش تعریف شده در روش‌های انجام کارها بر اموری که از پیش تعریف شده بهشون بدیم که خب اینها خوراک خرافات هستن دیگه، یعنی خوراکشون خرافاته. و یک موضوع دیگه مسئله است، رابطه نزدیک بین باور به خرافات و تقدیرگرایی که حالا من در یه جلسه راجع به اون انشالله صحبت میکنم. در مورد جامعه هم وقتی وارد جامعه میشین غموض و پیچیدگی بیشتری میگیره. در بسیاری از جوامع پیشرفته هم ما میبینیم که خرافات وجود داره. آمار هست، گالوپ گرفته که نیمی از آمریکایی ها تمایلات خرافی دارن. مطالعاتی انجام شده در انگلستان که خب میدونید که چقدر خرافات شایعه و همین عدد 13 شما در نیویورک مثلا میبینید که خیلی از این آسمان خراش‌ها ممکنه بعضیشون طبقه 13 نداشته باشن، طبقه دوم 12 باید برین به 14 و اینا بر اساس یادگیری اجتماعیه. یه موضوع دیگه هم اقتصاد خرافاته، برای اینکه این برای بعضی ها نانآوره، یعنی نونشون تو این کاره، برای همین کمک میکنن، سعی میکنن که گسترش پیدا کنه و تعمیق پیدا کنه. بخش عمده‌ای قابل ملاحظه از اقتصاد زیرزمینی بر این اساس در اقتصاد رسمی هم که هستن دیگه. شما سایت و نمیدونم شبکه‌ای نیست که باز کنی یه برنامه طالبی نداشته، بس این حجم پول چیزیست که باعث میشه عده‌ای به اون روی بیارن. در مورد آسیب شناسی خفیفتر هم، یعنی خفیفش در سلامتی مطمئنا نقش منفی داره که حالا فرصت نیست اشاره کنم، و در یک مقدار آسیب شناسی عمیق‌تر هم معمولا در قالب اختلال وسواسی اجباری و اختلال شخصیت اسکیتروتایپال مطرح میشه که باید که حالا به اونجا مراجعه کنیم و اونجا مفصل‌تر صحبت کردن در زمینه.